ساکنان توجک چه مرد و چه زن برای به دست آوردن شهروندی روسیه چه کارهایی نمیکنند. یک زن مهاجر از تاجیکستان برای شهروندی ماه ایون سال جاری به طور قلبکی با یک مرد ساکن نویه تازوسک در حوزه مختار یمال نینتسک در شمال دور روسیه ازدواج کرده است. برای اون که تصور کنید که این کجاست، باید گفت که تازوسک در مسافه قریب 4300 کیلومتر از دوشنبه و 3300 کیلومتر از مسکو و 2000 کیلومتر از اکاترینبورگ جایگیر شده است. نزدیکترین شهری که از آنجا به تاجیکستان میتوان پرواز کرد سورگوت است که اون هم از تازوسک در مسافه 905 کیلومتر جایگیر شده است. ولی پرکراتور نویه تازوسک توانست امگی بعد 4 ماه عقد نکاح این زن از تاجیکستان با ساکن این نویه بیکار کند. خبر داد روز 25 اکتبر خدمات مطبوعات پرکراتور حوزه مختار یمال نینتسک معین کرده شد که ماه ایون سال 2021 زن شهروند جمهوری تاجیکستان به یک شهروند روسیه پیشنهاد کرده است که برای آسانتر شدن دریافت شهروندی روسیه با اون نکاح قلبکی کند. مرد به این گونه ازدواج راضی شده است، ولی آنها امروز زندگی نداشتند، خواجگی مشترک نداشتند و قصد بنیاد اویله را هم نداشتند. در این رابطه دادستانی نویه به دادگاه دعوا برد که نکاح بین این شهروندان بیکار کرده شود. گفته می شود در اطلاعیه دادگاه طلب دادستانی را قانع گردانیده نکاح ساکن تازوسک با شهروند تاجیکستان را بیکار کرده است. تنها در نیمه اول سال 2021 بیش از 44000 زاده تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شده است. این قریب 13000 یا 30% بیشتر از 31000 است که در نیمه اول سال 2020 شناسنامه خاکستررنگ تاجیکی را به شناسنامه سرخ با عقاب دو سره روسیه عوض کرده بود. این سال به حساب میانه هر روز 241 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه را پذیرفته است. سال گذشته هر روز به حساب میانه 173 تاجیک شهروند روسیه میشد. با اینکه سری ساکنان تاجیکستان با امید به دست آوردن راحت به زندگی بهتر خود را به هر راهی به کشورهای خارج و اساسا به روسیه میزنند، جامعه شناسان از یک پیامد ناگوار این تمایل، فرار مغزا و کاهش قشر باسواد و کاردان اهالی در تاجیکستان بانگ اضطراب میزنند. آنها میگویند که کشورهای خارجی بخصوص روسیه متخصصان بهترین و با تجربه را از بین آموزگاران و طبیبان، مهندسان، استادها و نمایندگان کسب و کارهای دیگر گلچین میکند و این باعث آن می شود که جای آنها را در تاجیکستان با نفران بی تجربه که تازه از دانشگاه بیرون شدند پر میکنند.